سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان و پایان جنگی طویل و فرسایشی. و حالا با گذشت نزدیک به 3 سال از پایان جنگی نافرجام، سرنوشت حقوقی هزاران تن از افغان‌ها همچنان مبهم است. چه 80,000 مهاجری که در روند تخلیه وارد آمریکا شدند و چه هزاران متقاضی اسایوی که برای 3مین سال متوالی آواره کشورهای همسایه افغانستان و در انتظار ورود به خاک آمریکا هستند. پرسش اساسی حالا این است که سرنوشت قانونی افغان‌های دارای ویزای بشردوستانه و متقاضیان اسایوی در آمریکا چه خواهد بود؟ آیا امکان اخراج از آمریکا برای آنان وجود دارد؟ و یا هزاران مهاجر افغان آواره در پاکستان آیا شانسی برای مهاجرت به آمریکا را خواهند داشت؟ پاسخ این پرسش در این ویژه برنامه کوتاه با محوریت اسرائیل. به گفته مقامات آمریکایی، در عملیات تخلیه این کشور از افغانستان 76,000 نفر وارد آمریکا شدند. افرادی که به دلیل شرایط خاص این عملیات مشمول دریافت ویزاهای بشردوستانه 1 ساله آمریکا شدند. انتظار می‌رفت در پایان 1 سال این ویزاهای بشردوستانه تبدیل به اقامت‌های دائم آمریکا شود، اما چنین نشد. با گذشت نزدیک به 3 سال، برخلاف وعده‌های داده شده بسیار، هیچ چشم‌انداز حقوقی روشنی وجود ندارد و وضعیت اقامت‌های بشردوستانه نیز همچنان مبهم است. اما چالش تنها محدود به داخل خاک آمریکا نیست. هزاران کیلومتر دورتر و در پاکستان نزدیک به 150,000 تن از افغان‌ها در انتظار پروسه پذیرش ویزاهای آمریکا هستند. افرادی که واجد شرایط دریافت ویزای موسوم به SIV، P1 و P2 محسوب می‌شوند. با این حال مقامات آمریکا اعلام کردند ظرفیت پذیرش این ویزاها به اتمام رسیده است. اما SIV یا ویزای ویژه مهاجرت آمریکا برای افغان‌ها چیست؟ این ویزا در طرح مصوب کنگره به همکاران آمریکا در کشورهای عراق و افغانستان اختصاص پیدا کرد و از سال 2009 یعنی زمان آغاز این پروسه تا به حال بیش از 120,000 ویزای اسایوی به افغان‌ها صادر شده است. در حال حاضر 148,000 نفر از افغان‌ها همچنان در کشورهای همسایه افغانستان به شمول پاکستان در حال دریافت انتظار برای این ویزا هستند، اما تنها 8,000 ویزای بیشتر باقی مانده. این یعنی پس از تکمیل این ظرفیت 140,000 افغان امکان ورود به خاک آمریکا را نخواهند داشت. البته قرار است در طرحی در کنگره آمریکا موسوم به حمایت از همکاران افغان 20,000 ویزای بیشتر تصویب شود، اما مسئله اینجاست که حتی اگر این 20,000 ویزای بیشتر هم تصویب شود، باز هم کافی نیست، چرا که بالغ بر 100,000 افغان همچنان واجد شرایط دریافت ویزا نخواهند بود. این موضوع رو بیشتر به بحث خواهیم گرفتیم با مهمانان ما در این برنامه. هلال معصومی که هلال، من میفهم خودت در این بخش کار کردی، سالها فعالیت داشتی. اول در ابتدا خودت معرفی کن و بعد به ما بگو که سرنوشت حقوقی افغان‌هایی که خارج از آمریکا، یعنی در پاکستان، در افغانستان منتظر ورود به آمریکا هستند چه خواهد بود؟ سلام خدمت شما و بینندگان محترمتان، تشکر از اینکه من در برنامه‌تان دارین. بعداً هلال معصومی هستم، پالیسی ادوایزر بخش افغانستان با گلوبال رفیوج، یکی از ارگانیزیشن هایی که یکی از فاوندینگ ممبرای کولیشن به نام ایواکویتور آلیس کولیشن است که بیشتر از 250 ارگانیزیشن ممبر امو کولیشن است و بیشترین فوکس کار ما بالای افغانای مهاجر هستند که واجد شرایط آمدن به امریکا را دارن. ما بالای بل‌های مختلف هم کار میکنیم. یکی از بل‌هایی که ما لایحه‌هایی که ما در کنگره لابی میکنیم یا ادوکسی میکنیم توسط 250 ارگانیزیشن، یکیش افغان اجاستمنت اکت است و دیگرش افغان آلیس پروتکشن اکت. افغان اجاستمنت اکت برای کسایی که داخل امریکا شدن اقامه دائمی را پروواید میکنه و افغان آلیس پروتکشن اکت اکستند میکنه پروگرام SIV که در 2009 توسط سناتور شاهین در کنگرس به معرفی شد و بعداً هر سال تمدید میشد ویزاش، که در سالهای گذشته فقط در سال 2022 تمدید نشد ویزا و امسال چون دیپارتمنت اف استیتس در یکی از کنفرانس هایی که داشت اعلان
نمود که فقط 8000 ویزا از SIV باقی مانده و این 8000 ویزا برای 140,000 و یا بیشتر کسایی که در این پروسه دخیل هستند که از یا تقریبا 12,000 کسایی هستند که کام اپرووال دارن، اینترویوشان تیر شده ولی منتظر از این هستند که یک ویزا برشان داده شود، ویزا نمبر داده شود که توسط همین SIV داده میشه. پرسش هم اینجاست که با در نظر داشته 8000 متباقی افغان ها سرنوشتشون چه خواهد شد؟ به این معنا نیست که ویزا تمدید نشه. یک ماه پیش امی کولیشن ما به خاطر گرفتن 20,000 ویزه بیشتر برای SIV در کانگرس لابی کردیم و تونستیم که با یک پروسه بودجه‌ای در کانگرس هر سال appropriations bill میگن هر سال ادامه پیدا میکنه و تونستیم که یک بودجه برای 12,000 بیشتر ویزا برای امسال بگیریم، چون وزارت خارجه امریکا هر ماه 1,000 ویزا را استفاده میکنه به خاطر آوردن SIV ها و حداقل می به ما بینمی سال وقت کافی داد که بتونیم دیگه لابی خود به سال آینده ادامه بدیم. چقدر امیدوار هست که در سال آینده بتونین موفق بشین ویزای بیشتر دریافت کنید؟ خیلی امیدوار هستم که بتونیم ویزای SIV گرفته بتونیم، چون امی خود بل AAPA یکی از بلای بسیار مشهور مهاجرتی داخل کانگرس است و همیشه طرفدار بسیار زیاد داره، هم از طرف ریپابلیکان ها و هم از طرف دموکرات ها و من فکر میکنم که این بار هم امکانش است و شاید از اینکه کارایش هر چیز زودتر شروع شود. ولی ببین مسئله اینجاست که در مو پرس بریفینگ که خودت در وزارت خارجه گفتیم من اونجا بودم و این سوالی بود که من مطرح کردم. مسئله اینجاست که ما حداقل گفته میشه 120-130 هزار تن از افغان ها خارج از افغانستان هستن. آیا این امکان وجود داره؟ تو خودت صحبت از 10,000 و 12,000 ویزا کردی، آیا میتونید 120,000 ویزا را از کانگرس اپروو کنید؟ 120,000 امکان نداره، ولی تنها کار که کردم میتونیم امو بل که سناتور شاهین من مطرح کردم وقتی که بل داده میشه 12,000 و هر سال باید دوباره بالاش لابی صورت بگیره تا که این ادامه پیدا کنه. خوبی از این بل که در 2023 پارسال اعلان شد این است که بر 5 سال ادامه پیدا میکنه و ما میتونیم هر سال اضافه کنیم ویزا را اگر به اندازه کافی بتونیم لابی کنیم و حتی ادوکسی کرده بتونیم. این به این معناست که در بهترین حالت برخی از افرادی که منتظر دریافت کام اپرووال هستن ممکن است تا 5 سال منتظر بمانن. بله، امکانش بسیار زیاد است و پروسه SIV کمتر وقتی که نفر میتونه در داخل امریکا بیاید از 2.5 سال است. پروسه انتظار کشیدن 2.5 سال است و این میتونه نظر به نفر تا نفرش فرق کنه، اندیویدوالی فرق میکنه، ولی راست میگن SIV کافی نیست و هیچ شکل ویزایی که در حال اگر مثلا ما فرض کنیم 20,000 ویزا هم بگیریم امسال بازم کافی نیست برای کسایی که انتظار ماندن و سال انتظار ماندن در افغانستان یا کشورهای اطراف افغانستان. و راه دیگه‌ای که وجود داره P1 و P2 که پروسه برآمدن مردم از طریق P1 و P2 بسیار سلو است. تقریبا هیچ 1-2 ماه پیش آغاز شد پروسه تخلیه افراد که اپلیکنت های P1 و P2 بودن. استیت دپارتمنت میگه که یکم سرعت بخشیدیم ولی اولویت به SIV میده و این به این معناست که افراد که به P1 P2 که او هم بیشتر از 60,000 افراد هستن که اپلای کردن به P1 P2 منتظر باید باشن و معلوم نیست که چی وقت میتونن و براین از افغانستان و او کسایی هستن که مجبوریت ازیر دارن که باید در یک کشور سوم باشن تا که پروسسشان از اونجا ایجاد شود، از اونجا شروع شود. اگر بیایم داخل خاک امریکا، این از وضعیت افغان‌های خارج از آمریکا، این وضعیت اسایلم سیکرها یا ویزاهای بشر دوستانه چه چشم‌اندازی وجود داره که پیش بره کارها؟ من فکر میکنم یک پیش از اینکه من درباره اسایلم سیکرها یکم معلومات بدم، من فکر میکنم که این تمام مشکل کسایی که داخل خاک امریکا بعد از سقوط افغانستان شدن بسیار به آسانی میتونه توسط یک لایحه که Afghan Adjustment Act است حل شود بدون هیچ پرابلم. این لایحه بر کسایی که بعد از
جولای 2021 داخل خاک امریکا شدن تا اونمو روزه که این لایه پس میشه برای از او کسا ایره مساعد میسازه که اقامه دائمی بگیرن یا گرین کارت بگیرن. و یک گپ دیگه که من میخوام مطرح بکنم برای اعضای و ایره نمیتونه ادمنستریشن بکنه، یعنی وایت هاوس اینمی کار کردن نمیتونه، ولی تنها کنگرس میتونه ای بل پاس کنه و یک بودجه به خاطر اینمی به او تعیین کنه. و بیشترین کسایی که آورده شدن به واسطه ممبرای کانگرس بود و امروز ممبرای کانگرس مسئولیت از شانه خود میخوان پس کنن و این مسئله رو بسیار میخوان پولیتیکل بسازن که این مسئله پولیتیکل نیست. استاد شدن با کسانی که در افغانستان همراه شما استادگی کرده و بیشتر از 20 سال شما فقط کاری که میکنن یک بله که میتونه فقط گرین کارت بده و این برای کسایی که به کشورهای دیگه اجرا شده، مثلا در 1975 به کسایی که از ویتنام آمده بودن برای از اونها مستقیما گرین کارت داده شد. عین کارم میتونن بالای افغانستان و کسایی چقدر خوشبین هستی که در بازه زمانی حداقل یک سال آینده بیل تصویب شده کنگره؟ تا یک سال آینده فکر نکنم که به تنهایی خود گذشته بتانه، مگر به شرطی که داخل یکی از لایه‌های بزرگ مثل لایه بودجه‌ای، مثل یکی از بلای است که در آخر سال به خاطر بودجه سال آینده تصویب میشه، مثلا آمن بس میگن که شاید داخل از او کرده بتانه. در غیر این صورت امیدوار نیستی که حداقل تا یک سال آینده به تنهایی خود نخواد بگذره؟ تشکر از تو هلال معصومی و حضورت اینجا در برنامه و توضیحاتی که ارائه دادی. در ادامه ما همین موضوع رو در مصاحبه دیگری با دو تن از افرادی که در یکی از معتبرترین نهادهای آمریکایی که در خصوص حقوق افغان‌ها کار میکنن به عنوان نهاد No One Left Behind به بحث گرفتیم که مشاهده خواهید کرد. آقایون مایک و اندرو، متشکرم از اینکه امروز همراه ما هستید. ابتدا با تو شروع میکنم مایک. لطفاً در مورد نهاد No One Left Behind برای ما بگو، در خصوص دستاوردهایتان و اینکه تا به حال چه خدماتی را برای متحدین آمریکا در افغانستان یا واجدان شرایط SIV ارائه کرده ایم. حتما. ما در سال 2013 به طور رسمی کار خود را آغاز کرده ایم. در آن زمان یک مترجم افغان از طریق پروسه SIV وارد ایالات متحده شد و توانست مبلغ $35,000 پول جمع آوری کند و به جای اینکه خودش از آن پول استفاده کند، این پول را برای کمک به ایجاد سهولت برای انتقال افغان‌های مترجم به آمریکا وقف کرد. سپس ما از آن پول استفاده کردیم و در طول 10 سال گذشته به بیش از 1300 تن از افغان‌های دارای کیس SIV خدمات ارائه کرده ایم. نهاد ما همچنین به بیش از 5000 افغان برای خروج از افغانستان کمک کرده است. کاری که ما از آن زمان تا کنون انجام داده ایم علاوه بر این اعداد ارائه خدمات در بخش‌های دیگری هم است. ما برنامه‌هایی را راه اندازی کرده ایم به شمول اعطای وام به افغان‌ها. این طرح همچنین به افغان‌ها در ایالات متحده کمک می‌کند تا موتر خریداری کنند. ما همچنین به آنها در مورد وام‌های کووید 19 کمک کرده ایم و همچنین به آنها کمک کرده ایم شغل پیدا کنند. هدف ما کمک به افغان‌ها برای ادغام در ایالات متحده است تا به مشاغل بهتر و زندگی مرفه‌تر برای خود و خانواده‌های خود دسترسی داشته باشند. و همچنین ما در پروسه عملیات تخلیه آمریکا از افغانستان نیز مشارکت داشته ایم و به طور منظم افغان‌ها را با همکاری با شرکای خود در وزارت امور خارجه تخلیه می‌کنیم. متشکرم. اندرو، اجازه بده از تو در رابطه با طرح تعدیل افغان‌ها در کنگره آمریکا بپرسم. بیش از 2 سال و نیم است که وضعیت اقامتی افغان‌ها در کنگره آمریکا مبهم است. به رغم گذشت این زمان، طرحی که منجر به اعطای اقامت به افغان‌ها می‌شود در کنگره آمریکا معلق مانده. چرا این طرح تصویب نشده یا به طور دقیق‌تر چرا سناتور کاتم با تصویب این طرح مخالفت می‌کند؟ Thank you for the question. It's really important. To the first part of it. خیلی ممنون بابت سوال. مسئله مهمی است. درست است از زمانی که افغان‌ها به اینجا آمدن و وضعیت اقامتی آنها مبهم است، زمان زیادی می‌گذرد. طرح تعدیل لایحه افغان‌ها در حمایت از افغان‌هایی که به عنوان بخشی از تخلیه وارد امریکا شدند بسیار مهم است. ما سال‌هاست که خواستار تصویب آن شده ایم. متأسفانه ناکارآمدی کنگره است که آن را از مسیر خارج کرده است. با این حال ما خوشبین هستیم. اخیراً اعضای از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات
دموکرات گرد هم آمدن با آنها بخشی از این لایحه را به نام تحقق وعده‌های ما به متحدان ما تهیه کرده و در دست اقدام گرفتند که بخش‌هایی از قانون تعدیل لایحه افغان‌ها را شامل می‌شود. همچنین تغییرات واقعاً ضروری را که در برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده ایجاد می‌کند و یکی از راه‌های کلیدی است که ما می‌توانیم از متحدان افغان خود حمایت کنیم. نه فقط آنها که در اینجا هستند، بلکه کمک به آنهایی که همچنان در افغانستان یا پاکستان یا یک کشور ثالث دیگر هستند. اما در پاسخ به سوال شما در خصوص سناتور کاتن، ما فکر می‌کنیم که او می‌خواهد از متحدان ما حمایت کند. او خودش یک سرباز امریکایی در افغانستان بوده است، مثل من. بنابراین به نظر ما او می‌خواهد لایحه تغییرات را داشته باشد که خودش در نظر گرفته و جنبه‌های از آن وجود دارد که سازنده است. ما فکر می‌کنیم که تحقق وعده‌های ما به متحدان ما یک اقدام مثبت و بزرگ است که کنگره باید آن را به اجرا بگذارد. بنابراین ما از کنگره می‌خواهیم که آن را در اسرع وقت تصویب کند. یکی از موارد دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که قانون تعدیل لایحه افغان‌ها تنها قانونی نیست که باید تصویب شود. متاسفانه برنامه ویزای مهاجرت ویژه که یک مسیر مهاجرتی واقعا مهم برای افغان‌ها است در حال اتمام ظرفیت است. اکنون احتمالاً در حدود 8000 و حتی 8500 باقی مانده نزدیکتر شده ایم، در حالی که 147,000 متقاضی ویزای SIV در افغانستان باقی ماندند. تنها 8000 ویزا برای آنها در نظر گرفته شده. در نتیجه طرح دیگری که در کنگره باید تصویب شود که طرح محافظت از افغانها خوانده می شود، برخلاف اهمیت این طرح که حتی بیشتر از طرح تعدیل افغان هاست، می بینیم که توجه خاص رسانه‌ای چندانی به آن نشده. ما کنگره را تحت فشار قرار می دهیم تا آن را در سال مالی جاری تصویب کند. در واقع یک ماده برای صدور 20,000 ویزای دیگر است که برگرفته از قانون حفاظت از متحدان افغان است. خب در این صورت پرسش اساسی است که آیا احتمال دارد این لوایح تصویب نشود و اگر نشود چه رخدادی در انتظار افغان هاست، خصوصا آنهایی که فعلا در داخل خاک ایالات متحده آمریکا هستند؟ آیا به نظر تو آنها به افغانستان دیپورت میشوند؟ دیپورت تو افغانستان؟ من فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد. من فکر می کنم که اعتراض گروه های کهنه سربازان از جامعه مدنی بسیار زیاد است. بنابراین من فکر نمی کنم که افغان ها اخراج شوند. اما متاسفانه این احتمال وجود دارد که آنها بدون هیچ گونه تسهیلات قانونی و بدون هیچ مسیری برای اقامت دائم طولانی مدت در اینجا رها شود که این هم می تواند بسیار نگران کننده باشد. اما من فکر نمی کنم که آنها اخراج شوند. میشه که تخمین بزنید در چه بازه زمانی متصور هستی که این تلاش‌هایی که توسط نهاد خودتان یا دیگران صورت میگیره به سرانجام برسه و عملاً این طرح‌ها تصویب بشن؟ خوب، ما سال‌هاست روی این تصویب با کنگره در تماس هستیم و برای انجام آن تلاش می‌کنیم. سال گذشته باید این طرح تصویب می‌شد، اما متاسفانه نشد. من خوشبین هستم که ویزاهای اضافی می‌توانند در لوایح تخصیصی سال مالی 2024 تصویب شود. در حال حاضر طرح در مجلس نمایندگان است و نسخه سنا قبلا تصویب شده. در مورد این که چه زمانی می‌توانیم قانون تعدیل لایحه افغان‌ها را تصویب شده ببینیم، متاسفانه به دلیل اینکه این قانون از مکمل امنیت ملی خارج شده، در حال حاضر یک ابزار قانونی برای تصویب آن وجود ندارد. چیزی که من با آن امیدوار هستم و از آن خواستم این است که کنگره در واقع لایحه پایه را تصویب کند. بنابراین اگر کنگره نتواند اجرای وعده‌های ما به متحدان افغان را به عنوان بخشی از مکمل امنیت ملی تصویب کند، آنگاه آنها باید قانون تعدیل افغانستان را اتخاذ کرده و آن را در اسرع وقت تصویب کنند. خب مایک، از جایی که به زمان پایان این مصاحبه نزدیک میشیم، بگذار برگردم به تو و بپرسم که پیام نهایی تو به متحدان افغان آمریکا که در حال حاضر در افغانستان و یا در کشورهای اطراف افغانستان به شمول پاکستان با در نظر داشت شرایط خطیر امنیتی و مشکل‌های متعدد حضور دارن و در انتظار ورود به آمریکا هستن چیست؟
در حال حاضر 148,000 متقاضی ویزای SIV در افغانستان و پاکستان حضور دارند و تلاش دارند به ایالات متحده برسند. چیزی که من به آنها میگویم این است که هیچ کس پشت سر نخواهد ماند. ما تمام تلاش ما را برای پشتیبانی از درخواست‌های آنها و همکاری با وزارت امور خارجه برای رساندن آنها به ایالات متحده انجام می‌دهیم. ما می‌دانیم که برنامه‌های کاربردی بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما به عنوان یک سازمان کوچک می توانیم همزمان انجام دهیم، اما ما نهایت تلاش خود را می کنیم. بنابراین من 3 چیز را می گویم. اول، با ما در تماس باشید و به ما کمک کنید اطلاعاتی را که برای پشتیبانی از برنامه‌های آنها نیاز داریم به دست آوریم. دوم، امیدوار باشید، زیرا ما دولت ایالات متحده را تحت فشار قرار می دهیم تا کاری در مورد آنها انجام دهد. و ثالثاً، به دوستان و خانواده‌هایتان در خصوص روش اصولی این پروسه اطلاع رسانی کنید. اما همچنین درک کنید که منابع ما محدود است. ما یک سازمان دولتی ایالات متحده نیستیم و تمام پول ما از اهدا کنندگان می آید. این 3 موردی است که من می گویم. بی‌نهایت متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و از اینکه همراه ما بودید. در ادامه این مجموعه گفتگوهای ویژه و به عنوان مکملی بر تمامی گفتگوهایی که تا به این لحظه شنیدید، اجازه بدید روایت دست اولی رو داشته باشیم از یکی از افرادی که در پروسه دریافت ویزای بشردوستانه آمریکاست. این روایت دست اول توسط فردی گفته میشه که بعد از طی کردن 10 کشور وارد خاک ایالات متحده آمریکا شدن. آقای جمال خورشید، بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. همونطور که من هم اشاره کردم شما 10 کشور متعدد طی کردین، وارد خاک ایالات متحده آمریکا شدید و 8 ماه هست که در انتظار پیشرفت کارهای اقامتیتان در آمریکا هستیم. در مورد این شرایط در ما بگید. ما آغازمان از ایران شروع شد، بعدش به قطر، ادامهش بر برزیل و نهایتش بر ایالات متحده آمریکا که امروز اینجا قرار داره. خیلی کوتاه اگر بگین چه خوشبینی هایی به شما داده شده؟ حتما وکیل مهاجرتی دارین. آیا گفته شده در کدام بازه زمانی شما موفق میشین که اسایلم خود بگیرین یا خیر؟ آنها گفتن بله، بدون وکیل قطعا ممکن نیست کارتان به گونه درست پیش بره، چون یکی آنچه شما دارین و مدارک و شواهدی که شما دارین و آنچه که وکیل به عنوان یک فرد حقوقی و یک فرد حقیقی و دفاعی که لازم هست، جمع‌آوری مدارک که لازم است، آنها به دادگاه طرف اصلی قرار میگیرن. آنها گفتن احتمال داره بعد از دادگاه دوم یا دادگاه سوم احتمال اپروف شدن یا تایید شدن کیس یا اسایلم شما وجود داره. در چه بازه زمانی؟ چقدر طول می‌کشه؟ تا اکنون که 8 ماه گذشته، خود در 8 ماه ما نتایجی که باید به دست می آوردیم نیاوردیم، ولی 5 ماه بعد دادگاه دومی است. ما انتظار ما است و توقع و تمنامون است که در دادگاه دوم اگر نتایج 50% به دست بیاریم و در دادگاه سوم آنچه که می خواهیم و بریم به سمت مسیرهای بعدی و گام‌ها و اقدامات بعدی زندگی. ولی شما به طور کلی چند سال متصور هستین برای روز گرین کارت خود دریافت کنید؟ 3 سال، 4 سال؟ چه خودتان چه پیش بینی دارید؟ خب کسانی که قبل از ما اینجا حضور داشتن آمدن، خب گپشون نیست که اصلا روند مهاجرت متفاوت هست. یک مجموعه شبیه ماه می آیند، یک مجموعه آنگونه‌ای که خودشان اسناد دارن به گونه SIV می آیند که یک مقدار روند برای از اونها با سهولت تر انجام میشه و کسانی هستند که از طریق پرول اینها میان و یک برنامه تحت نام اسپانسردی و سپورتی هم وجود داره، یعنی 5-6 محور داره بحث مهاجرت آمریکا. برنامه شما با وجود این کورس‌ها احتمالاً 4 سال بازه زمانی است که متسفر باید بود. کمتر از 4 سال تا هنوز کسی نتیجه نگرفته، اما کسانی هم پیدا شده که بعد از 1.5 سال الا 2 سال واجد شرایط بر اپلای یا درخواست برای گرین کارت شدن و ما انتظار ما است که نظر به شرایط کنونی افغانستان، چالش‌های که شهروندان افغانستانی در آمریکا داره، نگرانی‌های کلانی که متوجه خانواده‌ها هست و یک بلا تکلیفی که در روند اجتماعی اینها وجود داره، انتظار ما است که روند سهولت بیشتر شود و مردم ها بتونن که آنچه میخواهند به دست بیارن. کلام آخر در مورد چالش ها بگید، در خصوص فرصت ها بگید. تمام آمادگی های خود داشته باشند. روند مهاجرت یک روند طولانی است، فرصت ها وجود داره، چالش ها هست، نگرانی ها هست، اما هیچ چیزی ناممکن نیست. همه چیز به دست می آید، منتها کار لازم هست.